бобои Саидбой рӯзи гузашта 89 сола шуд. Новбаста аз ин ҳанӯз бидуни мушкилӣ дучарха меронад. субҳ ва бегоҳ барои солим нигоҳ доштани организмаш ба машқҳои ҷисмонӣ машғул мешавад. сирри дарозумриашро бошад ба истеъмоли хӯрокҳои сабук ва машқу тамрин вобаста менамояд. Саидбой Содиқов собиқадори меҳнат аст. Вай беш аз 60 соли умри худро дар корхонаи саноатӣ масраф намуда, садҳо шогирдонро ба меҳнатпарастӣ тарбия намудааст. گیری اسراری من همین که من بسیار حرکت میکنم. من نماز خوانم خسته با پگوید به نیم ساعت زرد که میکنم کوچه ها رم میروم. فرنی وقتش به خود تمام وقتش به خود میخورم. ابید به وای به پگوید به شب به من به وقتر خود خوده سانی خون میرم. بعضی آدما خود میخوره خون میرن و چند کسا پیدا میشه. سیلپای یاوی هم کار کردی، فروشنده شده کار کردی من. همینجا 3 سال کار کردم، بعد همون سال زواتی 6 زواد رفتم. همونجا سال 1960 همونجا دیرکتورشا یعقوب اورنبرگ یعقوب قهرمان اتفاق سوویتی بودن. من همونجا کار به قلم قبول کردن. 37 سال همونجا بی‌پریری همونجا کار کردم. سال 95 پیسه برند با 2 سال کار کردم. سال 97 منده همونجا رشته آمدم سانی. به مهنت زندگی خود را تصور کردن نمیتوانم، میگوید سیدبوی صادقوی 89 ساله. روزی نیست که این پیرمرد در خانه بیکار نشیند. پیوسته در صحن باغ با شناندن گل و پرورش آن مشغول است. سیدبوی امک میگوید خصلت مهنت دوستی را از زمان جوانیش آموخته است. همچون فردی مهنتکش در عید 1 می مناسبت خوشبینانه دارد. به قول خودش نتیجه کارش را سنه 1 می در روز مهنتکشان جهان احساس میکند. جسمش بخواد میشد. بعضی آدما میگن که مهنت جسمانی کند دیگه تیز اکارما این ناتوری بود است. کسی که همین مهنت میکند جسمش بخواد شده عمرش دراز میشود. سیدبوی صادقов 37 سال در زواد استحصال ظرف‌های شیشه شهر لنین‌آباد امروز کارگاه لعل شهر خوجند کار کرده است. سال 1960 همچون باربردار و بعداً بریگادیر گروه باربرداران کارخانه فعالیت کرده است. همان وقت او را با نشان سریسینگی 5 ساله مهنتکش ضربدار و افتخارنامه‌ها قدردانی کردند. او صاحب بیش از 10 نشان و مدال برای مهنتش میباشد. روز 1 می دی مهنتکشان تمام جهان بود. همه کارگران می مکتب خانه فابریک و کار میکنن کارخانه ها همشون قریب 1 ماه برای پرد ببرندن تیار میدن در زمان شوروی. ثانی سحر به ساعت 8 باشد همه اینها ساعت 4-5 ببرنده الکی تیاری دیده کوچو میسازم بیرقا میگیرن. همشون با نوبت کارگرای کارخانه های پیشقدم پیش به میسادن. دیگه کارخانه ها عقیب مکتب بچه ها سپرسپین ها همه‌شون یعنی کارخانه های محصولات میوه‌گی همه محصولات خودشونه بالی ماشین به نمایش داده هم پیش تریبون گذاشتن. سیدبوی صادقов 37 سال در زواد استحصال ظرف‌های شیشه شهر لنین‌آباد امروز کارگاه لعل شهر خوجند کار کرده است. سال 1960 همچون باربردار و بعداً بریگادیر گروه باربرداران کارخانه فعالیت کرده است. همان وقت او را با نشان سریسینگی 5 ساله مهنتکش ضربدار و افتخارنامه‌ها قدردانی کردند. او صاحب بیش از 10 نشان و مدال برای مهنتش میباشد. زمان تقدیم این مکافات‌ها سیدبوی امک را به مهنت دلگرم کرده بود. من دادم من به من نشاک ودرنیک 9 پیستلتکی ودرنیک 11 پیستلتکی من گروشچیک بریگادیر گروشچیکوف لیلنباسک سکرتر زواد پیش همین کالکتیف به میدادی نه جیز دی استاده من این آدم من کاری حلال کردیش به همین من های دادگی. پیرمرد نوبسته به سن و سالش بردم است. میگوید 60 سال عمرش را با دوچرخه سواری پسی سر کرده است. سالهای شوروی هم با دوچرخه به کار میرفته است. حالا هم پیوسته با دوچرخه شهر را دور میزند. هرچند زمان شوروی مهنتی ضربدار او را با نقلیات سبکرو قدر کرده است، ولی دور زدن با دوچرخه برایش موافق و بهتر است. این نوارها سال 2015 برداشته شده است. آن زمانی که بینای شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم در موضع کمبینت شاهیبوف قرار داشت.
داشت. قهرمانی گزارش ما آن وقت هر روز با واسطه دوچرخه مسافه 8 کیلومتر را طی کرده به کار رفته می آمد. همون جوانی من عربی های میکنم. من همین سکرتری زواب به 37 سال کار کردم. همین به عربی رفته میبام. میرم. من همین اسمیک بیام اومدم. کوچی میر و اصلی دایره و عربی میرفتم. این عربی بسیار فایده شده. چند خدای همین عربی های کنید سلامت تو همون خدا ناب نشود. برای همین من ماشین به سوار نمیشم. مرشد اتکی دارم میگذارد. ماشین به سوار نمیشم. همین عربی های کنیم بیام. مرحوم عبدالصمد وحیدوف همکار امکی سیدبوی بود. آنها سالیان زیاد در شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم کارمند تکنیکی شده فعالیت می‌کردند. چند سال پیشتر عبدالصمد وحیدوف این دنیا را ترک گفت. اما مصاحبه او درباره خصلت‌های بابای سیدبوی صادقوف مؤثر و خاطرمان است. آنها در این محیط کاری چون دوست و برادر بودند و به همدیگر محبت و صمیمیتی بی‌اندازه داشتند. گرچنده که بزرگسال باشند هم سینشان به 80 رسیده باشد هم همیشه سرکارند، سرترددند، شخصی با غیرت هستند، شخصی که یگان لحظه عمر خود رو بیکاره نمیگذرانند. دستشان گل برای گل کاشتن، برای دیگر زراعت‌های کاشتن همیشه مصلحت میدهند و خودشان فعالانه اشتراک میکنند. زحمت نفرانی را قدر کردن کاری بزرگ است میگوید سیدبوی امک. پیشرفت کار حسی شوقمندی را از اعتبار خاصه میداند. بنا به گفته این پیرمرد اساس پیشرفت فعالیتش این توجه راهبریت است، زیرا در گذشته به صنف کارگر بیشتر اهمیت میدادند. رفتارش به نیا کرده هم کدام کار خونده باشد همون کارش نظر بگیرد، همون برای دیربرداری کردن یگان مکافات میدادند یا من کارش باشد اگر یگان مدال یگان چیز میدادن برای همون رهبران شدنی کارگر و رهبران شده با کارش دوچند میکسانه. نوبسته از این که امروز سنه 1 مای چون سالهای زمانی شوروی با تنتنه تجلیل نمی شود، ولی همه سال سیدبوی صادقوف این سرنه را به صبرانه انتظار می شود. اول اینکه سنه مذکور موفقیت و کامیابی های گذشته او را پیش نظر می آورد. دیگرش روز پیش از تجلیل عید مهنتکشان یعنی 30 اپریل سیدبوی صادقوف زاد روز دارد. امسال بابای سیدبوی صادقوف به سن مبارک 89 سالگی رسید. نشاطی اون باشد تا 30 سال، به 40 آید پروی ریزت پرو بال، به 50 چون روی یابی سستی، به 60 آید نیابی تندرستی، به 70 از مرگ مرزیبا، به 80 آمده افتاد اسبا، 90 ناامیدون رفت یار، و 100 آیه شویر از اون بیزار. این نظامی گنج بینیستگی. اما از روی گفتش از مهنت مونده و خسته نشده است. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.